دفتر دوم از بیت 1877 رنجاندن امیری خفته ای را که مار در دهانش رفته بود. داستانی است به این صورت که یک شخصی زیر درختی خوابیده بوده و یک سواری از اونجا رد می شده، دیده که یه ماری داره میره تو دهن این آدم و سعی کرده بود برسه و نذاره، موفق نمیشه. حالا میخونیم ببینیم جریان چیه، این مار چیه، این شخص که خوابیده کیه و این شخصی که سوار اسب کیه. عاقلی بر اسب می آمد سوار، در دهان خفته‌ای می رفت مار. آن سوار آن را بدید و می شتافت، تا رماند مار را فرصت نیافت. چون که از عقلش فراوان بود مدد، چند دبوسی قوی بر خفته زد. دبوس میشه اون تعلیمی، اون چماق یا گرز یا شلاق، حالا هرچی که باهاش اسب و میرونه. برد او را زخم آن دبوس سخت، زو گریزان تا به زیر یک درخت. یعنی با همین زدن این مرد رو هدایتش کرد تا پیش درختی. سیب پوسیده بسی بود ریخته، گفت از این خور ای به درد آویخته. سیب چندان مرد را در خورد داد، که از دهانش باز بیرون می فتاد. اونجا سیب پوسیده زیر این درخت ریخته بود، به این مرد حکم کرد که اینا رو بخور و انقدر به این خورون که این دیگه از دهنش میریخت بیرون. بانگ میزد که امیر آخر چرا قصد من کردی؟ چه کردم من تو را؟ یا تو بعضی نسخه قصد من کردی تو نادیده جفا. گر تو را زسل است با جانم ستی، تیغ زن یک بارگی خونم بری. شوم ساعت که شدم بر تو پدید، ای خنک آن را که روی تو ندید. ای خنکم یعنی خوش به حال اونی که تو رو ندید اصلا. بی جنایت بی گناه بی بیش و کم، ملحدان جایز ندارند این ستم. یعنی حتی ملحدام یه همچین ستمی نمی کنن به کسی که تو داری به من میکنی، اونم بی جنایت و بی گناه و بی بیش و کم هم، یعنی بدون چون و چرا. می جهد خون از دهانم با سخن، ای خدا آخر مکافاتش تو کن. هر زمان می گفت او نفرین نو، هوش می زد کاندر این صحرا بدو. زخم دبوس و سوار همچو باد، می دوید و باز در رو می فتاد. این مرد که سیب بهش میداد خورده همینطوری دنبالش میکرد و این هم هی میخورد زمین، بلند میشد دوباره میدوید. ممتلی و خوابناک و سست بود، پا و رویش 100,000 زخم شد. ممتلی میشه آدمی که شکمش پره. از خوابم بیدار شده بود، هنوز خواب و بیدار بود. خلاصه همه این عوامل باعث شد که این آدم هی میخورد زمین و سر و روش همه زخم شده بود. تا شبانگه میکشید و میگشاد، تازه صفرا قی شدن بر وی فتاد. انقدر این کار کرد و اینو دووند و اینم معده پر اینا، تا اینکه این افتاد به بالا آوردن. زو برآمد خورده ها زشت و نکو، مار با آن خورده بیرون جست از او. وقتی که این بالا آورد اون مارم اومد بیرون. چون بدید از خود برون آن مار را، سجده آورد آن نکو کردار را. صحن آن مار سیاه زشت زفت، چون بدید آن دردها از وی برفت. صحن میشه ترس. از ترس دیدن این مار خلاصه فهمید که توی بلایی از سرش دور شده، درداش یادش رفت. گفت خود تو جبرئیل رحمتی، یا خدایی که ولی نعمتی. ای مبارک ساعتی که دیدیم، مرده بودم جان نو بخشیدیم. تو مرا جویان مثال مادران، من گریزان از تو مانند خران.
خر گریزد از خداوند از خری، یعنی از صاحبش، خداوند صاحبش. خر گریزد از خداوند از خری، صاحبش در پیز نیکو گوهری. نسبه سود و زیان می جویدش، لیک تا گرگش ندرد یا ددش. ای خنک آن را که بیند روی تو، یا در افتد ناگهان در کوی تو. حالا شروع کرد از این مرد تعریف کردن، همون که داشت نفرینش میکرد و فوشش میداد، حالا شروع کرد به تعریف کردن. یعنی دیدش عوض شد به این آدم. ای روان پاک بستود تو را، چند گفتم جاج و بیهوده تو را. ای خداوند و شهنشاه و امیر، من نگفتم جهل من گفت آن مگیر. شمه ای زین حال اگر دانستمی، گفتن بیهوده کی تانستمی. اگه میدونستم جریان اینه کی این حرفا رو میزدم. بس ثنایت گفتمی ای خوش خصال، گر مرا یک رمز میگفتی ز حال. اگه یک اشاره میکردی به من میفهمیدم که جریان اینه، به اصطلاح اصلا من این حرفا رو نمیزدم، این بیادبی ها رو نمیکردم. حالا تا همینجا این تمثیلی است از زندگی. این مردی هم که خوابیده بود اونجا ما هستیم، ما این که شروع میکنیم به جمع کردن دانشا در طول زندگی، باورا، دانشا، اینا همون سیبای پوسیده است. منتها ما باید انقدر این سیبای پوسیده رو بخوریم، یعنی زندگی ما رو میدونه، از این سیبا هم هی به خوردمون میده و در نهایت به بیداری ما منجر میشه، به طوری که ما یک زمانی باید بشینیم تمام این سیبایی که خوردیم بالا بیاریم. یعنی این که خودمون رو از دست اون چسبیدگی ها نجات بدیم. اینطوری ما تا حالا همیشه میگفتیم دانش‌ها رو میذاریم زمین، این مترادف این نیست که میندازیمش دور، یعنی این که ما بهش دیگه نمیچسبیم. این ادامه صحبت قبلی ماست که هفته پیش داشتیم با مطرح کردن بحث عدم قطعیت، فرضیه عدم قطعیت آقای هایزنبرگ. گفتیم که هیچ چیزی در این جهان که 700 سال قبلش مولانا گفته، حالا نه به اون صورت مدون یا به اصطلاح خیلی با دقیق و با حساب کتاب، ولی کلی عرفای ما همه معتقد بودن که هیچ چیز در این دنیا قطعیت نداره. قطعیت نداره یعنی این که ما نباید چیزی رو بهش آنچنان بچسبیم که دیگه ولش نکنیم. این عدم چسبیدگی به امور باعث میشه که ما از هر چیزی عبور کنیم. این عبور برای ما نوعی میاره و باعث میشه که بشر اون اصلی ترین وظیفش به نسبت به هستی که خلاقیت، اون به اصطلاح اجازه بروز پیدا کنه، یه عرصه‌ای پیدا کنه تا خودش نشون بده. ما اگه بچسبیم به یه چیزی که هفته پیش من با مثال آقای اینشتین و این تئوری نسبیتش مثال زدم، اگه ایشون هم به همون مکانیک نیوتنی چسبیده بود ول نمی کرد، هیچ وقت اون نظریات تئوری نسبیت عام و خاص بهش نمی رسید و عرضه نمی کرد. فلذا حالا این پروسه تو زندگی همه اتفاق نمی افته، ولی اگه بخواد اتفاق بیفته یکی از راهاش که معمول ترین راهه اینه، یعنی ما انقدر میوه این فکرمون رو میخوریم تا اینکه ممتلی و خوابناک و اینا یه دفعه همه رو بالا میاریم. حالا این اتفاق به اصطلاح چطوری حادث میشه؟ ما به جایی میرسیم که به استیصال میرسیم. اون استیصاله که ما اون دریچه رو به روی ما باز میکنیم.
به طوری که یه لحظه آدم از تمام آنچه که بهش اونطور چسبیده بود جدا میشه و این جدایی میتونه باعث باز شدن یک روزن بشه و اون روزن اگر به اصطلاح بها داده بشه میتونه که چشم ما رو باز کنه. حالا پس ادامه رو من میخونم که این آدم وقتی چشمش باز شد زشتی اون ما رو دید، فهمید که این شخصیش، یعنی این زندگی که اینو میدونده تا حالا و اینقدر تا حالا بهش سختی میداده، این سختی ها آخرش منجر به این شد که تازه فهمید زندگی چیه، که شروع کرده به تعریف از زندگی. بس ثنایت گفتمی ای خوش خصال، گر مرا یک رمز میگفتی ز حال. لیک خاموش کرده می آشوفتی، خاموشانه بر سرم میکوفتی. تو نگفتی به من، اگه گفته بودی من اصلا اینقدر فرو نمیرفتم تو این چاه. هی تو ما رو دووندی، هی هر چی ما به اصطلاح هر کاری خواستیم بکنیم تو هم یه طوری اجازه دادی به ما. شد سرم کالیبه عقل از سر بجست، یعنی میگه که اینقدر زدی تو سرم، کالیبه یعنی گیج. شد سرم کالیبه عقل از سر بجست، خاصه این سر را که مغزش کمتر است. عفو کن ای خوب روی و خوب کار، آنچه گفتم از جنون اندر گذار. یعنی ببخش ما رو اگه این حرفا رو زدیم. حالا این زندگی بهش میگه گفت اگر من گفتمی رمزی از آن، زهره تو آب گشتی آن زمان. من به این دلیل بود که بهت نمیگفتم. گر تو را من گفتمی اوصاف مار، ترس از جانت برآوردی دمار. دمار میشه هلاک، یعنی جون از بدنت میرفت از ترس. مصطفی فرمود گر گویم به راست، شرح آن دشمن که در جان شماست. زهره های پردلان هم بردرد، نه رود ره نه غم کاری خورد. نه دلش را تاب ماند در نیاز، نه تنش را قوت روزه و نماز. حالا مولانا در قبال یک عبارات دینی داره یک مفهومی رو میگه. مفهومم اینه که این کارهایی که از ما سر میزنه به نوعی باید سر بزنه و اساس حرکت این دنیا بر مبنای همین کارهایی است که ما میکنیم. و حالا مهم نیست این کارا چه کاریه، جهتش هم اصلا مهم نیست. مهم این است که یه کاری ما میکنیم و این کار منجر میشه به یه نتیجه، اون نتیجه برای ما یه معنایی داره و همین اتفاق سالها و سالها میفته، ولی در کل بشر یه حرکت رو به جلو انجام میده. این حرکت بشر مثل حرکت یه گله میمونه که هرچند گله اینور اونور میرن همه، ولی در نهایت گله به یه جهتی حرکت میکنه. به خاطر همین کلن عرفا دیدی که دارن خدا رو چوپون ما انسان ها میدونن و یه گله رو شما در نظر بگیرید، یک گوسفند خاص یا یه بز خاص حرکتش میتونه هر جهتی باشه، ولی حرکت گله مهمه که رو به جلوه. و اینه که اون به اصطلاح وقتی که کل رو در نظر میگیریم، ما یک تمامیتی رو در نظر میگیریم، اون وقت اون حرکت اون کل مهمه. حالا میگه اگه اینا رو ما بدونیم چی میشه؟ گفت چند بیت حالا ادامه میده. همچون موشی پیش گربه لا شود، همچو بره پیش گرگ از جا رود. اندرو نه حیله ماند نه روش، پس کنم ناگفتتان من پرورش. همون مفهوم چوپان و گله. میگه من به شما حرفی نمیزنم ولی همینطوری میبرمتون. حالا یکیتونم رفت اونجا افتاد پاش شکست، یکی هم اونجا رفت از دره افتاد رفت پایین، ولی کلن من این گله رو منظورمه برسونم به اون مقصد.
همچو بوبکر ربابی تن زنم، دست چون داوود در آهن زنم. بوبکر ربابی گفتم یک شیخی بوده که سکوتش خیلی معروف بوده. تن زدن یعنی ساکت شدن. و از قول حضرت حق میگه که من مثل بوبکر ربابی ساکت نشستم اینجا، اجازه میدم شما هر طرفی میخواید برید، ولی کلن شما رو به یک طرف هدایت میکنم. تا محال از دست من حالی شود، مرغ پربرکنده را بالی شود. محال از دست من حالی شه یعنی ممکن شه. ما میتونیم هر کار محالی رو انجام بدیم. این که مرغ پرکنده بال پیدا کنه در اصل اشاره است به ما انسانا که جسم هستیم، ولی میتونیم به اونجا برسیم که قدرت پرواز داشته باشیم. چون ید الله فوق ایدیهم بود، دست ما را دست خود فرمود احد. این اشاره است به آیه ید الله، دست خدا فوق ایدیهم، بالای تمام دست هاست. میگه این آیه داره میگه که دست من بشر انقدر میتونه قدرت توش باشه. پس مرا دست دراز آمد یقین، برگذشته ز آسمان هفتمی. ما بدون اینکه بدونیم دست خیلی توانایی داریم، به طوری که از آسمان هفتم میگذره. توجه دارید که این صحبت مال 700 سال پیشه. حالا در نظر بیارید 700 سال بعد رو که بشر روی تمام سیارات دیگه هم ممکنه که امکان زیست درست کرده باشه. الان مولانا اون وقت میگه که من دستم از 7 آسمونم میگذره، اونجا هم میتونه یه کاری بکنه. دست من بنموده بر گردون هنر، من اونجاها میتونه دستم برسه یه کارایی بکنه. مغریا برخوان که انشق القمر. میگه همین قدرت رو شما، مغری یعنی قرائت کننده قرآن، میگه همین قدرت رو شما اون موقع مردم نمیفهمیدن، بگو انشق القمر، بگو همون شق القمر کرد. در اصل اون شق القمر اشاره است به این قدرت دست ما که دست خداست. ما یک روزی به خدایی میرسیم. اون روز روزی است که بشری که زاده میشه، الان چطور این بچه‌ای که دنیا میاد مک زدن بلده، دست و پاشو تکون میده، میخنده، گریه میکنه، یه سری آگاهی ها داره. یک روزی بشری که دنیا میاد آگاهی های یک خدا رو داره. یعنی به طوری همه این آگاهی ها نهادینه شده که هر بچه‌ای به دنیا میاد یه خداست برای خودش. اون روزی است که بشر به اصطلاح جای خدا میشینه که گفته این خلیفه منه. اون روزو گفته، نه الان. ما الان خلیفه شیطان هم نیستیم. حالا گفت این دستم میره اونجا یه کارایی میکنه، تو بخوان انشق القمر. میگه این صفت هم بهر ضعف عقل هاست، با ضعیفان شرح قدرت کی رواست. با این عقلای ما، با این سیستم عقلی ما که باید برای هر چیزی فهمش یه تصویری داشته باشیم، مقایسه کنیم. مولانا میگه اصلا من اگه اون شرح قدرت بگم شماها نمیفهمید. با ضعیفان که ما باشیم شرح قدرت کی رواست. پس من مجبورم توی یه چیزی بپیچونم اینو بگم. مثلا میگم انشق القمر. این صفت یعنی این شق القمر میگه بهر ضعف عقل هاست فقط. اگه همون موقع هم که این صحبت یکی گفته، اگه بشر اینقدر میتونست بفهمه که اصل ماجرا چیه، دیگه اون طرف نمیگفت شق القمر شده، میگفت اینه واقعیت. خود بدانی چون براری سرز خواب، خط شد الله اعلم بالصواب. خود شما خواهید فهمید به شرطی که از اون خوابه بیدار شید. نه تو را نه قوت خوردن بودی، نه ره و پروای قی کردن بودی. به این مرد میگه حالا این سوار، میگه تو اگه به امید خودت بود من با این دبوس به سرت نمیزدم. خودت نه بخور بودی نه قی کن بودی.
من تو رو مجبور بودم که این سختی ها رو بهت بدم. یه بارم عرض کردم زندگی ما مثل یه کوچه است، ما باید میریم ته کوچه و باید همین راه رو برگردیم و هر آنچه برداشتیم دوباره بذاریم زمین. اینو اگه به ما همینطوری بگم میگیم مگه مرض داریم بریم ته کوچه و برگردیم؟ اینه که میگه نه قوت خوردن داشتی نه حال قی کردن داشتی. شما الان حضرت حق از این در بیاد تو بگه که آقا ببینه من دارم یه کاری میکنم، من یه سوال بخوام ازش بکنم میگم آقای خدا این کاری که من میکنم خوبه بده، چیکار کنم بکنم نکنم؟ انتظار دارم چی به من بگه ایشون؟ شاید بگه که همین کاری که میکنی من میخوام بکنی. در اصل به نوعی این حرف یعنی این که هر آنچه ما میکنیم فکر میکنیم ما داریم میکنیم، همش یک از جای دیگه به ما میاد، از جای دیگه میشه، یک میل و مشیت یک چیز دیگه ایه، ولی ما ابزار اجرای این مشیت هستیم. این رو مولانا در این ابیات میگه. تو رو اگه من الان حضرت حق به من بگی که تو باید این سیبا رو بخوری و بالا بیاری، من با عقل خودم میگم آقا تو مثل این که یه چیزی میشه، آخه من این همه سیب گندیده رو بخورم بعد بالا بیارم، این چه کاریه؟ ولی ما عملا این کار رو میکنیم و تا این کارم نکنیم اون منظور برآورده نمیشه. حالا اون منظور چیه؟ قبلا صحبت کردیم راجعش. میشنیدم فشخ و خر میراندم، یعنی کار خودم میکردم. رب یسر زیر لب میخواندم. رب یسر یعنی خدایا آسون کن کارو. از سبب گفتن مرا دستور نی، ترک تو گفتن مرا مقدور نی. من نمیتونستم علت اینو به تو بگم، سببشو بگم، نمیتونستم ولت کنم. تنها کاری که میمون این که من تو رو با این بزنم، بدونمت، اینا رو به خودت بدم و اینقدر بدونمت که بالا بیاری خودت ببینی، خودت چشمت باز بشه. هر زمان میگفتم از درد درون، اهد قومی انهم لا یعلمون. یعنی همش هم تو دلم میگفتم ای خدا قوم منو هدایت کن، اهد قومی. بازم این طرز گفتار مولانا که البته برگرفته از قرآنه، حاکی از نگاه شبان به گله است که اهد قومی. سجده ها می کرد آن رست زرنج، یعنی این مرد حالا داشت سجده می کرد. چه سعادت وی مرا اقبال و گنج، از خدا یابی جزاها ای شریف، قوت شکرت ندارد این ضعیف. شکر حق گوید تو را ای پیشوا، آن لب و چانه ندارد آن نوا. دشمنی عاقلان زینسان بود. مولانا این داستان رو در رابطه با دشمنی عاقلان و داستان بعدی دوستی نادانان میاره. میگه دشمنی عاقلان زینسان بود، مثل این سوار، زهر ایشان ابتهاج جان بود. ابتهاج یعنی شادمانی. دوستی ابله بود رنج و زلال، این حکایت بشنو از بحر مثال. حالا داستان بعدی رو در رابطه با دوستی ابله میاره که من بخشیش رو شروع میکنم چون که برسیم به یه جایی بحث رو برسونیم. اعتماد کردن بر تملق و وفای خرس. داستانشو میدونید همه، دوستی خال خرسه. تو دبستان هم داشتیم کتابای درسی. اژدهایی خرس را در میکشید، شیرمردی رفت و فریادش رسید. یه اژدهایی داشت یه خرسی رو میخورد، یه مردی رفت به دادش رسید. همین یک خط از این داستان مولانا میگه و میره دیگه توی عالم دیگه.
دیگه پس صحبت‌های بعدی ربطی به این داستان نداره، فقط این که شیرمردی رفت به فریادش برسه مولانا رو برد به یه عالمی که راجع به اون صحبت میکنه. شیرمردانند در عالم مدد، آن زمان کافغان مظلومان رسد. بانگ مظلومان ز هر جا بشنوند، آن طرف چون رحمت حق میدوند. آن ستونهای خللهای جهان، آن طبیبان مرضهای نهان. خلل میشه مثلا دیواری هست یه جایش ریخته، اینا رو میگن خلل، این کاستیایی که تو ساختمان هست. بعدش برای اینکه این دیوار فرو نریزه یه چوبی مثلا بهش میزدن که این بر نگرده دیوار نریزه. میگه این ستونهای خللهای جهانن این شیرمردان. در اصل شیرمردی نیست، این در اصل این چیزیست که در همه ما هم هست و همیشه هم میاد به داد ما میرسه. منتها ما بشر این رو نمیذاریم، بهش اجازه نمیدیم به اصطلاح ظهور پیدا کنه در ما. حالا میرسه خود مولانا توضیح میده. محض مهر و داوری و رحمتن. همش صحبت راجع به این شیرمرداست، ولی بیرون شیرمردی نیست. محض مهر و داوری و رحمتن. محض یعنی خالص، یعنی اینا مهر خالصن. همچو حق بی علت و بی رشوتن. این چه یاری میکنی یک بارگیش، گوید از بحر غم و بیچارگیش. این که میگه هیچ علتی نداره کمک این شیرمردان به ما. این کمکی که همیشه در اختیار ما هست هیچ علتی نمیخواد، دلیل نمیخواد که ما دنبال دلیل بگردیم. بهش هم بگی چرا کمک میکنی، میگه برای اینکه دلم میسوزه. گوید از بحر غم و بیچارگیش. مهربانی شد شکار شیرمرد، در جهان دارو نجوید غیر درد. این مهربانی همیشه در این شیرمردا به اصطلاح شکارش کردن، همیشه دارنش، و دارو هم همیشه دنبال درد میگرده. هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا پستیست آب آنجا دود. آب رحمت بایدت رو پست شو، وانگهان خور خمر رحمت مست شو. اشاره است به این که باز عرفا به اصطلاح به ما همیشه میگن که شما اگر نیاز داشته باشید یه چیزی بهتون داده میشه. شما اگه اظهار نیاز نکنید، اصلا نیاز رو حس نکنید، هیچ وقتم چیزی به شما داده نخواهد شد. اینه که میگه آب رحمت میخوای برو پست شد، چون که آب میره به پستی، میره به سمت سرازیری میره. تو تا وقتی خودتو بالا بگیری آب نمیاد رو به بالا به تو برسه. رحمتن در رحمت آمد تا به سر، بر یکی رحمت فرو ما ای پسر. این که یعنی یه چیز نیست که به شما رسید بگی خب ما سهممون رو گرفتیم خداحافظ. رحمتن در رحمته، همینطور پشت سر هم میاد. ما نباید به یک رحمت بچسبیم بمونیم. بر یکی رحمت فرو ما من اعتقاد دارم این ما از ریشه آ که از آمدن زبان هندی آ که به زبان فارسی هم اومده، آ اومدنه. حالا تو مثنوی از ما و با استفاده میشه. اینا رو همه رو به فارسی ترجمه میکنن که معنای درستی در نمیاد ازش. حالا به با هم میرسیم یه جایی که با رو باید بیا معنی کنیم، چون زبان فارسی مثلا رو رفتنه، برو ما فعل امری میسازیم، آ اومدنه، فعل امریش بچه امریش میشه بیا، ولی یه خود خشن بیا. اینه که ما یه اضافه میکنیم وسطش که نرمش کنیم، میگیم بیا. حالا اینجا میاست در از فرو میا، یعنی نیفت روی یه رحمت بچسبش. چرخ را در زیر پا
آری شجاع بشنو از فوق فلک بانگ سما. پنبه، حالا مولانا میگه چجوری ما به اینجا میتونیم برسیم. پنبه وسواس بیرون کن ز گوش، تا به گوشت آید از گردون خروش. وسواس چیه؟ وسواس اون چیزی نیست که معمول تو رایج در به اصطلاح در فرهنگ ما. وسواس برخلاف اون عدم قطعیته. یعنی اون عدم قطعیت که میگی آقا هیچی، ما هیچ وسواسی نداریم، هیچی معلوم نیست که قطعیت داشته باشه، هیچی ارزش چسبیدن بهش نداره. وسواس خلاف اینه، یعنی بچسبید به یه چیزی. حالا این در عمل چطوری میشه؟ مثلا یکی فقط یه چیز بیشتر نمیخوره، میگن این وسواسیه. وسواس مخالف اون عدم قطعیت. و ما کدوم راه رو باید بریم؟ ما باید به هیچی نچسبیم، حالا اسمش هرچی. پس پنبه وسواس بیرون کن ز گوش، تا به گوشت آید از گردون خروش. تا وقتی این پنبه تو گوش شما نمیشنوید این صدا رو. چون نمیشنوید، چون گاهی فکر میکنیم نیست و گاهی فکر میکنیم فقط یه افراد خاصی واجد اون شرایط شنیدن هست، در حالی که اینطور نیست. همه ما واجد اون شرایط هستیم، ولی خودمون جلوشو بستیم با چسبیدن به چیزها. وسواس. پاک کن دو چشم را از موی عیب، تا ببینی باغ و سروستان غیب. اگه شما دنبال عیب جویی نباشید، اون وقت چشمتون همش باغ و سروستان خواهد دید. ولی تا مادامی که ما دنبال عیب دیدن هستیم، عیبم فقط این نیست که من ببینم کی عیب داره. عیب خیلی معناهای مختلف میتونه داشته باشه. بزرگترین علت عیب جویی این است که من با دیدن عیب دیگران احساس میکنم خودم رفتم بالاتر یه ذره. اگه این احساس نباشه، من هیچ وقت عیب جویی نخواهم کرد. چون الان ما صحبت عیب میکنیم، حواسمون نره اونجا که حالا من دیگه از امروز عیب کسی رو نمیبینم. اون ریشش نیست عیب دیدن. ریشه عیب دیدن تو این بالا کشیدن منه. من باید این نیاز برتری جویی رو در خودم یه فکری براش بکنم که اگه این رو انجام دادم، اون وقت علاوه بر این که عیب جویی از بین میره، خیلی از چیزهای دیگه از بین میره. خیلی امیال در من کشته میشه، امیالی که مولد افکاری که دائم تو ذهن من جولان میده، نمیذاره اصلا من لحظه‌ای تمرکز پیدا کنم و تمام انرژی منو میگیره. تمام اینا برآمده از اون حس برتری جویی منه. دفع کن از مغز و از بینی زکام، تا که ریح الله در آید در مشام. ریح الله، ریح میشه رایحه، از این کلمه میاد. یک بویی که ما باید بشنویم و نمیشنویم چون زکام بینیمون گرفته. بینیمون اشاره است همه دیگه، خودتون از من بهتر میدونید. هیچ مگذار از تب و صفرا اثر، تا بیابی از جهان طعم شکر. این جهان و زندگی واقعا شیرینه، ولی ما چرا تلخه برامون؟ به دو علت: تب و صفرا. تب یعنی خواستن زیاد، خواستنش با شدت. این تب. صفرا خودم ها معتقد بودن که خشم در اثر صفرا. یعنی به خود که نگاه میکنیم میبینیم بیشتر مواقع اوقات ما در همین خواستن چیزها و پیدا کردن یه راهی برای رسیدن به چیزهایی که میخوایم و بعدم خشم از نرسیدن به همونا درست میشه. یعنی از تب و صفرا ما راحت بشیم، اون وقت طعم شکر میاد زیر دهن. تمام این اشارات مولانا به اصطلاح پایه های چی بگم علمی، شاید درست نباشه علمی، ولی با اعتقادات اون موقع میخونده. چون اون موقع آدمای صفرایی تو طعم شکر رو درست نمیفهمیدن.